التماس من در یگان نوار التماس کردگی نیستم همین رو پدیلیسه کنید. کانالی ما از مانیتیزاسیون خاموش کردگی ما یک تین در این نوار پول کار نمیکنیم که با بعضی برادران نویسید که برای پول شده پدیلیت میگویی لایک میگویی. نه برادر عزیز، کانالی ما از مانیتیزاسیون خاموش شدگی ما از برای سلام دوستم من میدانم زندگی تلخ است، دشوار است. از دنبال زندگی ناتوان و سرگردان میگردی، دنبال پول، دنبال مال، دنبال دنیا میگردی. اقلا در یک ماه یک بار دوستانت را به یادت بیار، زنگ بزن بپرس دوستم چه حال داری. شاید دوستی تو امروز در دشواری ها باشد، شاید خداوند همون صحیفه زندگی بر او کشاده باشد که دوستی تو امروز از همه ده نادارترین، غمدارترین، بیچاره ترین باشد. تو یک بار خبرش بگیر، بگو دوستم چه حال. السلام علیکم هموطنان عزیز، امیدوارم که خوب و بردم باشید. هموطنان عزیز، دعاگوی ما، دعاگوی وطن مادر باشید، دعاگوی همه هموطنان غریب که در شهرهای غریبی هستند و در مهاجرت هستند، دعاگوی همانها باشید. برادر عزیز، امروز یک اعلانی دستراش نگویم خطا نمیکنیم. همین رو از برای الله، از برای مادری همین برادر ما سیونov نور محمد شرافیدینویچ که در مسکو وقتی همین کرانتین ناپدید شدگی، برادر عزیز درست‌تر گویم گم شدگی مثال و در تماس نمیبراید، قریب که یک سال شد. برادر عزیز، بنده به امید است انشالله که امیدوارم که زنده و سلامت باشد. برایش که برادر عزیز ما خیلی حالت های میدونیم که بعد 20 سال برادرها پیدا شدند زنده و سلامت. ما نیز امیدواریم که برادری ما نور محمد در قید حیات هستند انشاءالله. برایش که یاش هستند نوار رو تا آخر تماشا کنید. هموطنان عزیز، سلام دوستم، دوستم همین رو پدیلیت کنید. کانال ما من میدانم زندگی تلخ است، دشوار است. از دنبال زندگی برای ناتوان و سرگردان میگردی، دنبال پول، دنبال مال، دنبال دنیا میگردی. اقلا در یک ماه یک بار دوستانت را به یادت بیار، زنگ بزن بپرس دوستم چه حال داری. شاید دوستی تو امروز در دشواری ها باشد، شاید خداوند هنوز صحیفه زندگی بر او کشاده باشد که دوستی تو امروز از همه ده نادارترین، غمدارترین، بیچاره ترین باشد. تو یک بار خبرش بگیر، بگو دوستم چه حال داری. او خوشحال میشد. با اصطلاح تاجیکا یک کرته گوشت میگیرد. دوستم بی‌مهر مباش، میدانم پول داری، مال داری. گاهی از ما واری مردمی بیمال یاد کن، بپرس از حال ما. اون دوستایی که خداوند به قسمت و به تقدیر و به نقشه خود اونها رو نادار کرده است، باری از اونها خبر بگیر، احوالش را بپرس، زیرا خداوند روز اون مال و دولتی تو را از دستت میگیرد، ناتوان و نادار میشوی.